بفرمایید. راستش سالهای اخیر در اروپا میبینیم که اسلام سیتیزن خیلی زیاد شدند، مخصوصا در شبکه‌های اینترنتی و به هر جرم و جنایت به منبع میگویند این کارو مسلمانان کردند و این باعث بدبینی نسبت دین اسلام میشود. پیشنهاد من از تماشابینان این است که شخصانی که دارای علم ذهنی هستید یا شخصانی که تجربه درست شبکه‌های اجتماعی رو خوب میفهمید، نوارهایی که شخصانی که اسلام رو قبول میکنند یا شخصانی که غیر دینان اسلام رو قبول میکنند، نوارهای اینها رو در سامانه‌های خود نشر کنید و از احساسات آنها گویید تا مردم از دین اسلام با نیکی یاد کنند. راستش استاد در اروپا کار میکنیم، در بعض حالت‌ها میگوییم مسلمان هستیم. من الحمدلله افتخار میکنم از مسلمان بودنم، ولی حالت‌هایی میشود که وقتی که میگویم من مسلمان هستم با تو خوب معامله نمیکنند و در اینجا سوال به میان میاد که آیا چیکار کردیم، یعنی سبب در چی باشد که این قدر کینه، این قدر بدبینی نسبت دین اسلام دارد. و کمی پرسجو کردم، کمی معلومات جمع آوری کردم، اینها اسلام رو یعنی با بدبینی یاد میکنند، یعنی از همین شبکه‌های اجتماعی از جرم و جنایت ها فکر میکنند که همه مسلمانان همین گناه است. از برادرها خواهش میکنم اونهایی که مخصوصا در اینستاگرام کار میکنه طریق ذهن صنعی، نمیدونم برنامه های یعنی به مثل متفیلم میگویند یا اینکه یگان چیزهایی که به واسطه چطور ما میبینیم غیر دینان خیلی فعال هستند، خیلی فعال هستند. ما باید تا قدر امکان یعنی که از دین خود یعنی که بزرگی اسلام رو به مردم رسونیم تا که اسلام خور و زرید نشود. بله، همین پیشنهاد در سری من چغ میزد. مسئله از مثال در کانال های روس ها هست، مثلا مردم ما زبان روسی رو میفهمد، اقلا روس زبان هایی که اسلام قبول کردن. من روس زبان هستم، اسلام قبول کردم، گفته کمک درباره خودش گپ زدگی نوارا هست. همه جمع کنید و برید و یک بار به حاضرش به اول روسیش نشر کرده استید، بعد تگش به یا به زبان تاجیکی یا فارسی یا به زبان تاجیکی ترجمه هم کنید کسانی که نمیداند روسی را. یعنی من بهترش به زبان روسی استاد، چون که روسی مردمی تاجیک میدونن. یعنی این خوب است. یا اگر به زبان انگلیسی باشد، مثلا شهروندان اروپا یا دیگر کشورهایی که به غیر زبان روسی صحبت میکنن مسلمان شده نوارها کردگی، همه گیرید مانید یا بگذار از بال آنها دیگه کس نوار کرده فلانی. مثلا یک در افریقا سالهای پیش، یک 2-3 سال پیش، یک پاپ اسلام آورد. 5000 زاید چند هزار عددش در خاطرم نیست، آدمی زیاد اهلی همون کنیساش آدمی داعی وای بود، یک آدمی دعوتگری فعال بود. خیلی دعوتگرایی که یک رئیس یک سرک باشد و 10 تا زیارتچی داشته باشد در یک هفته، نه، هزارها آدم اطاعت میکرد که باید تبلیغ میکرد، یعنی تبلیغگری گرم فعال. همه پیرواش اسلام قبول کردن به سبب هدایت یک آدم ایمان آورد، همه قومش ایمان آورد. همین خلای گیریتون کوتاه کرده نشر کنیتون، یک ویدیوی فایده‌ناک است. چونی درباره دنیا باشدم خوب است، مثلا چخیل کرده کار کردن، چخیل کرده کارهای حلال کردن، چخیل کرده از وضعیتی مالیتون خوب کردن، اینم خوب است. فریب و نیرنگ نباشد، حرام نباشد، ترغیب کنیتون. بهتر است که یک من مثال یک برنامه مضحکه‌ای بی معنای فچی به قول مردم ببینید 1 میلیون پراسماتور داره، یعنی 1 میلیون آدم همین تماشا کرده با کلاس مانده، یعنی فهمی آدمو همین میگیرد، یعنی فهمیش همین آدمو همین قدره، همین تماشا کردش است با یک بی معنا هست، هممون به خرسان مردم. یعنی این حالی با اینم کو به خیر است، گناه نیست. مثال گناهش هم هست، من ازش مثلا گپی عادی لیکن بی فایده، بی معنی. و کارهایی که برای دینتون دنیاتون فایدهش هست همون کارهای کنیتون برادر.